ما 97% آب در کشورمان داریم ولی مردم ما تشنه میگردن. حکومت دارا کجا را نگاه میکنید؟ تاجیکستان روی زمین، نه جنتی روی زمین، ولی به خدا قسم وقتی نه خدمات مهاجرت FMS روسیه میری نگاه میکنید، مردم برای آمدن و گریختن فرار کردن از جنتی روی زمین در نوبتن. برادر تجیکه میگه که سلام اکه عزتمان، ما یک قشلاق آدمان از جمهوری تاجیکستان از ناحیه دنقره از قشلاق بولیان حاضره درخشان و خدا آب نوشاکی نداریم، مکتب هم نداریم. همین گپای ما را به پرزیدنت رئیس ناحیه دنقره برسانید. با پرزیدنت یا رحمان ایزا نمیکشن، میگن بیاین دنقره ده زندگی کنین. پیشکی رحمت. خب دوستای حکومت میدونم ما را تماشا میکنید، در چند کابینت های حکومتی ما را تماشا میکنید، میبینید. برادر تجیکه رئیس ناحیه دنقره را شما نام و فامیل و آدرسش نویسید، اگر داشته باشید تلفنش هم نویسید. ما از همینجا مستقیما تماس میگیریم. به خدا عیب است. دنقره زادگاه رئیس جمهور رحمان است. امکان ندارد که در زادگاه رئیس جمهور رحمان مکتب و آب نوشاکه نباشد. برادر در عصر 21 زندگی میکنیم و شما میدونید سال آب 2012 پرزیدنت تاجیکستان آقای رحمان با همین سال آب صاحب جایزه شدند در سازمان ملل متحد. حکومت دارای تاجیکستان به خدا عیب است. 97% آب نوشاکی تاجیکستان، آب نوشاکی آسیا مرکزی در تاجیکستان مستقر است. یعنی تاجیکستان منبع آب است. ما 5 تا کشور آسیای مرکزی را اگر قزاقستان هم آسیا مرکزی گیریم، یعنی آب نوشاکی ما تا قزاقستان میرسه. ما 5 کشور دنیا را یعنی همسایه هامون از آب نوشاکی تأمین میکنیم، ولی خودمون چی هم سپاجدک به سپاک. حکومت دارا عزیزای دل، دوستا، برادرها، به خدا عیب است. صبح وقتی تلویزیون وقتی روشن میکنید تا بگه رقص و بازی است، تا بگه. تاجیکستان جنتی روی زمین، تاجیکستان جنتی روی زمین. ژورنالیست های نامحترم، خب حکومت دارا بسیارش مثلا نانگ ناموس ندارن دیگه، اونا هم پول داده همون وظیفه را خریدن، خب دیگه دارن پول کار میکنن، مشکل هم ندارن، برای که در خانه خودشون سویت هست، آب هست، گاز هم هست، یعنی مشکلات ندارن. من باور دارم در خانه رئیس ناحیه دنقره همه چی هست، همه چی، هم گاز و هم آب و هم همه چی. ولی خب رئیس ناحیه به گمانم خبر هم ندارد که مکتب ندارن مردم، آب نوشاکه ندارن مردم. درست است. همه آب گذراندن یگان مشکل ندارد. رئیس ناحیه دنقره تگوش پوری آب است. همه آب اگر 5-6 متر چخور کنید، شما یک چاه میزنید، از همون چاه مردم آب میگیرن. به خدا قسم ما در ماندیم در این مشکلی ها. عصر 21 است، مردم در بالای ماه دارن چرخ میزنن. ما 97% آب در کشورمان داریم ولی مردم ما تشنه میگردن. حکومت دارا کجا را نگاه میکنید؟ تاجیکستان روی زمین، نه جنتی روی زمین، ولی به خدا قسم وقتی نه خدمات مهاجرت FMS روسیه میری نگاه میکنید، مردم برای آمدن و گریختن فرار کردن از جنتی روی زمین در نوبتن. جنتی روی زمین برای کی است؟ برای رئیسا، برای رئیس ناحیه های دنقره، برای حکومت دارا، برای کسایی که شکماشون دم و گردناشون کلوف، برای اونا جنت است. درست است. چرا؟ زیرا که هزار دلار معاش میگیرن. خب چیزی که همه روی زمین ده هست میفروشن، میگیرن. کمترین ماشینشون چی است؟ جیپ و لند کروز و نمیدونم همین. یگان رئیس ناحیه برای خودش اجازه نمیتید که با اتوبوس یا با ماشین یا با نمیدونم موتورسیکل با ماشین سویتی گردد. نه، همه اونا را چی؟ ماشینای خارجی، همه کم لند کروزر 200 که نرخ بازاریش حدودا 150,000 دلار است، میبرد و میبرد. سوال از شما رئیسای ناحیه، شما چی خدمت کردید؟ رئیس ناحیه دنقره اگر ما را میبینید که میبینید انشالله، به جان این مردم رحم داشته باشید. از همون لند کروزر و از همون ماشینای اودی 8 خودتون کمتر پایین بیایید.
برایید پیش مردم. برای چی شما معاش میگیرید؟ برای چی حکومت شما را از بودجه دولت معاش میتید؟ این بودجه دولت هم حساب مردم است. برای اینکه شما کمبودی های مردم را چی اصلاح کنید. ولی شما چیکار دارید میکنید؟ مردم از جان رسیدگیش به ما می نویسند که شما گپ زنید از منبر.